با سلام، شما اخبار هی فورس را میبینید در آستانه سال 1441. بعد از حدود 40 سال نام شب یلدا به تقویم ایرانیان بازگشت. به گزارش هیف پرس به نقل از رئیس کمیته نامگذاری روزهای با نام و بی نام کشور، حدود 40 سال قبل نام شب یلدا به روز ترویج فرهنگ میهمانی و پیوند با خویشاوندان نامگذاری شده بود که در جلسه هفته قبل فهمیدیم چطور ما نام شب یلدا را به روز ترویج تغییر دادیم، مگر آن روز برای 1 دقیقه نشده بود شب یلدا. برای همین این روز را به شب ترویج فرهنگ میهمانی و پیوند با خویشاوندان نامگذاری کردیم که با اعتراض جمعی از همکاران مواجه شدیم که این مصداق خاک بر سری دارد. به همین دلیل این روز دوباره به نام شب یلدا تغییر نام پیدا کرد. با تشکر.